امروز قراره بریم سراغ یکی از بهترین کیف پولای ارز دیجیتال، کیف پول تراس ولت. و توی این ویدیو قراره هر چیزی که برای استفاده از این کیف پول لازم دارین رو به صورت مختصر و مفید توضیح بده. سلام، من صادقم از تیم مستر کیا. خب بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ نصب کردن تراس ولت. خب شما میتونین این کیف پول رو از گوگل پلی، اپ استور و از سایت خود تراس ولت دانلود کنید. همونطوری که میبینید من داخل گوگل پلی هستم و از قبل این کیف پول رو دانلود کردم. از همینجا گزینه اوپن رو که بزنیم برام یه صفحه باز میشه و دو تا گزینه داره که یک گزینه کریت نیو ولت و گزینه پایینی هم برای کساییه که قبلا یه اکانت تراس ولت داشتن و میتونن با استفاده از کلمات ریکاوریشون اون کیف پول رو ایمپورت کنن. خب ما اینجا میخوایم یه اکانت جدید بسازیم. همین گزینه بالا رو انتخاب میکنیم. توی صفحه جدید دوباره اون گزینه اول رو انتخاب میکنیم. اینجا یه صفحه باز میشه و بهمون میگه که ما 12 کلمه کیف پولتو میخوایم بهت نشون بدیم و حتما از اون 12 کلمه یه بکاپ باید بگیری. اینجا یه سری توضیحات در مورد اهمیت این 12 کلمه داره بهمون میگه و چیزیه که ما بارها توی ویدیوهای مربوط به ساخت کیف پول اشاره کردیم که این 12 کلمه چقدر مهمن و اگر شما این 12 کلمه رو از دست بدین و یا اگر دست شخص دیگه بیفته عملا داراییتون رو از دست دادید. خب بعد از اینکه توضیحات رو خوندیم و تایید کردیم، توی مرحله بعد 12 تا کلمه کیف پولمون رو بهمون نشون میده که توی این مرحله احتمالاً به دلایل امنیتی صفحه اسکرین ریکورد برای شما مشکیه، اما من توضیحات رو میدم و شما طبق همون توضیحات خیلی راحت میتونین ادامه بدید. خب دوستان، وقتی 12 کلمه رو بهمون نشون میده بهمون میگه که این کلمات رو کپی کن، یه جای نگه دار، چون برای اینکه حساب کاربریمون فعال بشه باید به صورت رندوم 4 تا از این کلمات رو وارد کنیم که اکانت تراس ولت ما ساخته بشه. خب من این کار رو انجام دادم. توی مرحله بعد یه رمز میذارم برای کیف پولم و بعد از اینکه رمز رو گذاشتم اینجا اثر انگشتم فعال میکنم. خب میبینیم که الان اکانت تراس ولت ما ساخته شد. خب بریم سراغ صحبت‌های مهمتر. توی صفحه اصلی میبینیم که 5 تا ارز رو بهمون نشون میده و 2 تا تب داره، تب کریپتو و تب NFT که این بهمون میگه که این کیف پول از NFT ها هم پشتیبانی میکنه و اگه ما NFT داشته باشیم توی این قسمت میتونیم ببینیم. خب برگردیم به قسمت کریپتو. ما اگه اینجا بخوایم یه ارزی رو به این 5 تا ارزی که بهمون نشون میده اضافه کنیم باید چه کاری انجام بدیم؟ این پایین روی گزینه منیج کریپتو که بزنین یه لیستی از ارزا براتون باز میشه که قبل از توضیح دادن این قسمت یه نکته هم بهتون بگم، به تازگی بلاکچین تون هم به این ارزا اضافه شد و ما از این به بعد میتونیم تون کوین و نات کوین هم توی این کیف پول نگه داریم. اما این نکته رو هم بگم که اگر شما نمیتونین روی ولتتون نات کوین و یا تون کوین رو پیدا کنید نگران نباشین، چون این مورد هنوز نسخه بتا و آزمایشیه و روی بعضی از ولت‌ها فعال شده و روی بعضی از ولت‌ها هنوز نیومده، اما این به مرور توی آپدیت های بعدی که تراس ولت بده برای همه ولت‌ها اضافه میشه. خب وقتی وارد این قسمت بشین این بالا یه گزینه سرچ داره. مثلا من میام اینجا TRX رو سرچ میکنم، میبینیم که TRX رو برامون میاره و اگه این گزینه رو فعال کنیم و برگردیم به صفحه اصلی میبینیم که این TRX یا همون ترون به اون 5 تا ارزی که قبلا بهمون نشون داد اضافه میشه. حالا یه زمانی اگه ما بخوایم یه ارزی رو اضافه کنیم و توی این قسمت منیج کریپتو بین این ارزا نباشه باید چه کاری انجام بدیم؟ خب ما اگه ارز مد نظرمون رو بین این ارزا پیدا نکنیم باید به صورت کاستوم اونو اضافه کنیم. برای این کار شما توی همون قسمت منیج کریپتو که بیاین این بالا سمت راست یه گزینه به اضافه میبینیم که اگه روش بزنین اینجا براتون یه صفحه باز میشه. اینجا شبکه مورد نظرتون رو انتخاب میکنین، یعنی اون ارزی که شما میخواین اضافه کنین اول باید ببینیم روی چه شبکه. مثلا ما میخوایم شیبا رو روی شبکه BNB به اون ارزایی که توی کیف پولمون داریم اضافه کنیم. خب برای این کار شما قبل از هر چیزی باید شبکه رو روی BNB بذارین یا همون بایننس اسمارت چین و بعد از اون توی کادر پایین آدرس قرارداد شیبا رو پیست میکنین و میتونین اون توکن رو ایمپورت کنین. حالا این آدرس قرارداد رو ما از کجا بیاریم؟
خب برای اینکه آدرس قرارداد شیبا رو بتونیم پیدا کنیم ما توی گوگل کوین مارکت کپ رو سرچ میکنیم. خب وقتی وارد کوین مارکت کپ شدیم اینجا میایم شیبا رو سرچ میکنیم، میبینیم که همین اولین گزینه شیبا رو بهمون نشون داد. وقتی روی اون توکن بزنین یه صفحه‌ای براتون باز میشه که توی اون صفحه اطلاعات مربوط به اون توکن رو براتون نوشته و آدرس قرارداد یا همون کانترکت هم میتونین از اونجا کپی کنین. خب من آدرس قرارداد شیبا رو از اینجا کپی میکنم، برمیگردیم به تراست والت. اینجا رمز ورودم یه بار میزنم. خب وقتی برگردیم به تراست والت اینجا شبکه رو باید روی اتریوم بذاریم چون میخوایم شیبا رو اد کنیم، روی بی ام بی نمیشه. و اینجا وقتی پیست رو بزنین میبینین که اطلاعات اون ارز رو برامون میاره و ما گزینه ایمپورت رو که بزنیم این ارز به لیست ارزامون اضافه میشه. و اگه برگردیم به صفحه اصلی میبینین که ما هم TRX رو اضافه کردیم و هم شیبا رو روی شبکه اتریوم اینجا اضافه کردیم. خب یه نکته خیلی مهم دیگر رو در مورد این قسمت منیج کریپتو بهتون بگم. ببینید دوستان، شما زمانی که بیاین اینجا و بخواین ارزی رو اضافه کنین، مثلا USDT رو اگر ما اینجا سرچ کنیم میبینیم که اینجا کلی USDT بهمون نشون میده روی شبکه‌های مختلف. مثلا من USDT روی شبکه اتریوم رو فعال میکنم و USDT روی شبکه بایننس هم فعال میکنم. حالا اگه برگردیم به صفحه اصلی ما اینجا 2 تا USDT داریم، یکی بر بستر اتریوم و اون یکی بر بستر BNB. حالا نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که مثلا یک نفر بیاد روی شبکه اتریوم به کیف پولش USDT واریز میکنه اما USDT روی شبکه اتریوم رو اینجا نداره. زمانی که شما این USDT رو فعال نکرده باشین موجودی اون توکنی که اضافه کردین رو بهتون نشون نمیده. مثلا من اگر روی شبکه اتریوم 100 تتر واریز کنم اما این گزینه توی قسمت این ارزا غیر فعال باشه موجودی کیف پولمو بهم صفر نشون میده تا زمانی که من بیام اینجا و USDT روی شبکه اتریوم رو اضافه کنم. اون موقع اون 100 تتری که من روی این شبکه واریز کردم و توی موجودی کیف پولم بهم نشون میده. خب گزینه‌های بعدی که میمونه گزینه سند و رسیو. مثلا شما روی گزینه سند بزنین اینجا براتون یک کادری باز میشه و اون ارز مد نظرتون رو انتخاب میکنین و شبکه‌ای که میخواین رو انتخاب میکنین. یک کادر باز میشه، آدرس کیف پول مقصد و تعداد توکنی که میخواین رو وارد میکنین و تایید رو میزنین، اون ارز از کیف پول شما ارسال میشه. گزینه بعدی گزینه رسیوه که شما میان اینجا و اون ارزی که میخواد به حسابتون واریز بشه رو انتخاب میکنیم. مثلا USDT روی شبکه BNB رو انتخاب میکنیم. دوستان دقت داشته باشین شما وقتی میخواین ارزی رو جابجا کنین شبکه مبدأ و شبکه مقصد حتما باید یکی باشه. اگر شبکه مبدأ BNB باشه و مثلا شبکه مقصد اتریوم شما داراییتون رو از دست میدین. پس این نکته رو دقت داشته باشین که شبکه مبدأ و شبکه مقصد حتما باید یکی باشه. خب اینجا شما زمانی که USDT روی BNB رو انتخاب کنین بهتون یک QR کد میده و یک گزینه کپی هم این پایین میاره که شما میتونین آدرس کیف پولتون رو کپی کنین و برای شخصی که میخواد به کیف پولتون واریز انجام بده بفرستین. فقط باز دقت داشته باشید شما زمانی که آدرستون هم کپی میکنین اول و آخر آدرس کیف پولتون رو چک کنین. آدرس کیف پولتون هم این پایین زیر این QR کد نوشته. اینم حتما چک کنین که یک موقع اشتباهی انجام ندین و داراییتون از دست ندین. خب گزینه‌های بعدی گزینه بایوسله که برای ما ایرانی‌ها خیلی کاربرد نداره و گزینه آخر هم هیستوریه که شما میتونین اینجا تراکنش‌هایی که انجام دادین رو ببینید. از این قسمت بالای موجودتون هم میتونین این گزینه رو انتخاب کنین و اگه خواستین ولت دیگه اضافه کنین میتونین این به علاوه بزنین و چند تا ولت رو داشته باشین که اگه خواستین ولت اصلیتون رو به هر سایتی وصل نکنین اینجا این مورد کارتون رو راحت میکنه. خب بخش بعدی بخش سواپه که شما وقتی به این بخش برین اینجا میتونین 2 تا تب داره. یه گزینه هات توکنز که
توکن های پرطرفدار رو بهتون نشون میده و گزینه سمت چپ سواپه که شما میتونین اینجا دو تا ارزی که میخواین رو انتخاب کنین و سواب کنین یا جابجا کنین. نکته مهمی که داره اینه که شما میتونین دو تا ارز با شبکه‌های مختلف رو هم سواب کنین. مثلا من اگه شبکه رو بذارم روی BNB و اینجا مثلا خود همین BNB رو انتخاب کنم و گزینه پایینیمون اتریوم باشه، ما میتونیم این سواب رو انجام بدیم، اما احتمالاً یه همچین سوابی کارمزد خیلی زیادی داره. خب بخش بعدی بخش ارنه که شما میتونین بیاین اینجا و ارزهای مختلفی که داره رو استیک کنین و در قبال اینکه شما داراییتون اونجا استیک کردین و قفل شده یک سودی به شما تعلق میگیره. این گزینه‌های سمت راستی هم که میبینین درصد سود سالیانه‌ایه که در قبال اون استیک شما بهتون پرداخت میکنه. و بخش آخر بخش دیسکاور. قسمت دیسکاور دقیقاً مشابه بخش براوزر تونکیپره که ما اینجا میتونیم ولتمون رو به سایت ها و صرافی های مختلف وصل کنیم که خب حالا اینجا یه قسمت دیسکاور دی اپ هم داره که شما میتونین بیاین اینجا و بهترین سایت های هر بخش رو ببینین که خب دسته‌بندی هم کرده. قسمت دکس داره، مثلا میبینیم چیزهای مربوط به سولانا، مارکت پلیس، گیم و گزینه‌های مختلفی که حالا دونه دونه همه رو توضیح نمیدم. ولی برای مثال اگه ما بیایم از این قسمت مثلا پنکیک سواب رو انتخاب کنیم، ما مستقیم وارد سایت پنکیک سواب میشیم و میتونیم میبینیم که مستقیم وارد سایت پنکیک سواب شدیم و اینجا این بالا گزینه کانکت رو که بزنیم، تراست والت رو که انتخاب کنیم، میتونیم کیف پولمون رو خیلی راحت به این سایت وصل کنیم و هر سوابی که دوست داشته باشیم و اینجا انجام بدیم. و اگه سایتی هم که مد نظر شماست بین این پیشنهادهای خود تراست والت نبود، میتونین از این گزینه بالا، مثلا من کوین مارکت کپ رو سرچ میکنم و خب میبینیم که ما اینجا کوین مارکت کپ رو برامون آورد و میتونیم وارد سایت کوین مارکت کپ بشیم و هر کاری که داریم رو انجام بدیم. در واقع این بخش دیسکاور تراست والت خودش یک مرورگریه که کار رو برامون راحت تر کرد. خب توضیح دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.